لبخند دریچه به سوی خوشبختی. این برنامه توسط بنیاد خیریه دقیق تمویل می‌گردد. بنیاد خیریه دقیق حمایت کننده مالی و معنوی مردم رنجیده و ستم دیده افغانستان. از تلویزیون لبخند برنامه صدای دل میبینید. سلام و عرض ادب و پذیرا باشین. با امیدی که جور و صحتمند و سرحال باشین و از زندگیتان پر از خوشی و شادی باشه. بازم خداوند شکرگزار هستم که ما علم اومد زیارت جویی یکی دیگر از برنامه های صدای دل تقدیم شما دوستا و وطنداران میکنم. قسمی که شما برنده از تلویزیون آگاه هستین در برنامه صدای دل از سوی بنیاد خیری دقیق با همکاری تلویزیون لبخند با افراد فقیر و نیازمند کمک میشه. البته کمک های بشر دوستانه که همیشه دست فقیر و نیازمند گرفته، خوب است ازشان سپاسگزاری بکنم. خداوند جل جلاله همه را توفیق بده که دست افراد فقیر و نیازمند بگیره و خنده به لبانشان بیاره. در برنامه هم قسمی که قبلا یادآور شدم بنیاد خیریه دقیق به همکاری تلویزیون لبخند و مقدار 15,000 افغانی به یکی از فامیلای نیازمند و فقیر کمک همکاری کرده. ما یک فامیل بسیار نیازمند بسیار فقیر پیدا کردیم. انشاءالله صحبت را شما از زبان خودشان میشنوین که درد دلشان چی است و چی درد دارن. انشاءالله باز شما برنده برنامه باشین و نگفتن امانه امروز تاریخ 4 نوامبر از سال 2023 که این برنامه را ما در افغانستان مزار شریف ثبت میکنیم. نگفتن امانه آنانی که توانایی کمک و همکاری را دارن لطفاً کمک همکاری بکنین به هموطنان نیازمند ما. میتونین به آدرس های زیل که روی اسکرین های تلویزیون شما مشاهده میکنین و همچنان سر بزنین به کانال یوتیوب تلویزیون لبخند برنامه های مختلف تلویزیون لبخند دنبال بکنین به خصوص برنامه صدای دل و آنانی که برنامه را از طریق تلویزیون تماشا کردن میتونن که تکراری برنامه را در یوتیوب چینل تلویزیون لبخند برن و ببینن. نگفتن امانم منتظر انتقاد، پیشنهاد، نظر، سابسکرایب، لایک ما هستیم. انشالله شما نظر بدین که برنامه صدای دل به چگونگی پیش برم. دیگه ما پرگویی نمی کنم، آفتابم گرم است. میریم خانه نیازمند که ما پیدا کردیم و اون مقدار پولی که از سوی بنیاد خیری دقیق ارسال شده انشاءالله ما برشان تقدیم میکنیم و مواد غذایی برشان میخریم. اما پیش از اینکه مواد غذایی بخریم قبلا یادآور شد نمیخوایم که یک جمله چند بار تکرار بکنم. درد دلشان میبینیم و میشنویم که چی درد دل دارن، چی مشکلات دارن. شما برنده برنامه باشین و میفهمم که برنامه صدای دل همه دوست دارن و من هم دوست دارم برنده برنامه صدای دل باشین. میریم خانه فامیل نیازمند.
تلویزیون لبخند قسمی که در آغاز برنامه یادآور شدم، ما یکی از فامیلای نیازمند پیدا کردیم. در خانهشان دیدیم واقعا چیزی نداشتن بخوردن، مشکلات فراوان داشتن. ما خواستیم این مشکلاتشان با تصویر به شما بگویم که چی مشکلات دارن. دیگه پیش از اینکه من سوالات آغاز بکنم، در قدم نخست خوب است با ایشان معرفی شویم، خدا به شما معرفی بسازه که جان سپاس. اگر لطف به خرج بتونی خدا معرفی بکنیم به برنده از تلویزیون لبخند. اسم من فوزی است. پدر اولادای به موتر زد، مریض شد، از کمرش مورای کمرش دور شده، کار کردن نمیتونه، در خانه همشیریش هسته. این بچگه که 10 ساله است، اینمی بوتل چینی میکنه، خودم در خانه مردم کالاشویی میکنم. همین شب اگه اولادای من نان نداشتن، همین شب باور که اولادای من گشنه بوده، اولادایم گشنه بوده. اگه همین شب همین بچه من ارسات نان میگه، پاپا میگه خودم ایس کرای اولی مانده، ایس پیسه برق ارسات میایه سر ما، کرای اولی میایه، ایس نان خودم این بچه 50 بسیار بیاره 50 روپیه میاره. از این 50 روپیه من نان بخرم، دیگ کنم، پیکنیک پردم، چی کنم دیگه. ایس اولادایم خودم خانه مردم کار میکنم، واسه قدرت ما زیاد کار ندارم، خانه کشی و کالاشی های مردم بکنم. این طفلکای من در خانه میمونم، بچگه که میره در بوتل چینی خودم میرم چیز میکنم، خلف میکنم میرم. ایرم تو در بدر هستیم. خداوند مشکلات همه ما را آسان بگرداند. وقتی مشکلات شما را به واقعیت ما به چشم خود دیدم، شما به چی حال و روز اینجا زندگی میکنید. همین شما می اولادایم گشنه خوکت باور میکنن یا نه. همین بچه می هر ساعت نان میگه پاپا میگه، نان میگه پاپا میگه. شباز که خوام نان گفته خوش میبره. همین 4 طفل دارین؟ 4 طفل دارین. مکتب میرن؟ نه از مکتب واجب نمیتونیم. اینا را شاندم، اینا را گفت کالا بر از یا جور که قلم کتابچه، ما قلم کتابچه خریده نتونست مکتب کشیم داشتم. مکتب دیگه نمیرن. از شاورتان میگفتین چقدر مدت میشه گفتین تکر کرده؟ یک 5 ماه میشه موتر زده ایشه همی از کمرش دیگه خلاص هسته. او اینجا تدایی گفتیم من خوارایش گفتیم بیا ببرین بیا درتانه. من ایل مزدوری مردم کنم، چاکنی مردم کنم، من اولادای من 4 تا اولاد من مسیر کنم، ببرین بیا درتانه. بعد خانه خوارش هستم ایل رفت اگه سگان راید بیارم خبرش میگیرم. اینی بچه که بچه کلانی می نمیسته، روزم بسیار خراب است. بیا درجا چی کار میکرد شاورتان؟ کسی مردم ای میکرد، برو بیکار یک چند روز موتر مردم اگر بیکار گشت پشت موتر در کنار سرک موتر زدش. آدم غریب. ماه 1500 کرا میتم. 6 ماه شده از کرای اولی مانده سر من. صاحب اولی هر قد میای نق میزنه. زاری میکنم. روز دو دفعه آمد گریان کردم پیشش گفتم من
بیادره که ندارم حوصله کن رفت دیگه گفت با دیگه دفعه آمدم با کرار ما پیشت میگیریم. من گفتم صحیح است برو. ما کرای اولی را ایران مادم چطور کنم پیسه برق 7000 پیسه برق ما شده بلشون روز آمد. این مشکلات هست با ما یک نفر باشه که با ما کمک کنه و یک کارتک این منطقه هزار است. ما در این منطقه شیشم کلگی از خودم میتم ما را کارتک نداد. همین منطقه کارت چی ما داریم؟ کارت این ما که پیسه میداد کمک میداد از همین کارتک. دسترخوان ملی منظورتان؟ دسترخوان ملی رو محمد داده شیشه بودیم قضیه گولی برای ما کلگی رسید برای ما نرسید. دسترخوان ملی حتی برای ما نرسید. با وقت ما که شد خلاص شد طالبا آمد خودم چی اما یادم نمانده یاد فراموشی هم دارم. پیش کلانتر گذر رفتن پیش گفتن؟ کلانتر گذر رفتم روبروی ما را داد دسترخوان ملی ما را نداد خلاص شد. گفت طالبا آمد خودم چی یادم نمانده. بدون دسترخوان ملی دیگه کس همراهتان کمک همکاری کرده؟ نه دیگر نکرده. یک کارتک هم دادش شورده دیگه کوچش بودیم یک کارت داشتیم و هم خوب بود. اما ما آرد روغن میگرفتم آرام بودم. بچه که کار میکرد خودم کار میکرد روزگارم صحیح تیر میشد. همین کارتکم خلاص شد خطا شد. اینجا آمدم بیخی روزم بعد شد. شما روزانه خودتان چند پیدا دارن گفتن خانه مردم کار خانه میکنن؟ مردم کار میکنم کالوشی مردم 100 روپیه 120 روپیه 80 روپیه میتن با یگان ذره تو تا نان ازشان بانه پس مانده و پیش مانده میتم یک دوشتو که کاید ببر خاله جان. امو را یگان غید میارم یگان غید نمیمانه نمیتن. شما قبلا گفتم مادر جان که من 7000 افغانی از برق باقی هستم. که شما روزانه از صرفانی یا یک صرفانی پیدا میکنه این خرج خانه میکنن یا بعد برق او دارن چی را؟ او داریم او هم در برق هسته او مونم تو گو امروز صبح پیشان زار نالی و گیریان و ویرا میکنم دیگه با میگه خوب با میرن یک ماه دو ماه گم میشن با پیدا شده میایه بده میگه رو پری روز آمد صاحب اولی پیشش گیریان کردم مزر کردم گفتم نیست برال تو مارا خودم اولادایم گوشنه است. این طفلک مریض بود گفتم طفلک خودم مریض از دوا نمیافت. چی مریضی دارم مادر جان؟ یمی سردرد تاود داشتک من را زکا گرفته بودش. گفتم یک گلی من پیدا کردن نمیتونم در بچه میتونم تو دکر آمدی و رفت. خیلی خاله جان خیلی از اولی برای کرا داده نمیتونی. من گفتم نه خو نمیبرایم من اینجا مخته شدم میشینم با کرایت هم میتونم بیا خدا مهربان است. گفتم یگان کمک یگان مسلمان بریم کمک کرد. گفتم با کرایت هم میتونم خوب گفت من دمی ایران ماندم که من 100 روپی خودم یا 50 روپی بچه من کرا بتم پیسه برق بتم اشتکای مسیر کنم. زندگی خودم میبینین زندگی دیگران رو میبینین خانه مردم میرن کار میکنین چقدر سخت درد است. ما از دیگه کس پروردگار میگم ما از کی کم هستم کلگی زندگی رسای که اولی رسای که مدنی اولی و ایرانه 4 تا را پدرش خدا ازم گرفت پدرش اون تو موتر زد از کمر مردم نمیرفتم نمیکردم اون را که موتر زد این در به در خاک بسر شدیم. هیچ بگی دیگه او که از کار خلاص شد دیگه کار کردن نمیتونه او هم خودم برآمدم کار مردم میکنم بچه که طالب پیدا میکنم. بچه که مکتب نمیخوانه؟ نه مکتب نمیخوانه. یکی مکتب بخوانه کی کار کنه برای ما بیاره کدام یک همکاری خود کنه بیاد درجا کدام یک کمک کنه. چی فکر میکنه آیندهشان خراب نمیشه در این سن؟ خراب میشه آیندهشان خراب میشه. چطور خراب نمیشه؟ خراب میفهمم آینده که خراب شد وقتی که نان آورم نباشه و اشتکام نان بگه چطور میشه؟ چند شب شما گرسنه خواب کرده نان نداشتین بخوردن؟ باور بکن اگه یک شب سیر است اگه اولادایم 5 شب دیگه گوشنه این همیم شب باور میکنی کلش گوشنه بود نصف شب خیز بر نان خو کده زاری کده خوش برد خودم هم گریان کنه خو کده و این شبا باور میکنی که دیگه یک 20 روز باشه 10 روز است که دیگه خونه دیگه چربی اگه نمی همسایه تعمیر دار اگه اگان کاس اگه بیاره اگان غیر
دیگه داش عوض بگویم دروغگوی نشو دیگه ندیده یا کدام پسمانده از اونجا که کار میکنم از اونجا برای ما بته که ببرده اولادایت. این بچیم که است مگه غنان خشک باشه که او میخوره، مگه نان خشک هم پیدا نمیشه. بسیار بسیار مشکلات دارم، بسیار ویران هستم دیگه. خدا اگر کمک کنین شما و اون کسی که کمک کرده برای ما با ما یک کارت کمکی بده یا ما با ما کمک با ما کنه تا زمستانه مرا بیم زمستان گفته که زمستان چیز خنکی چیز گشنگی اولادایم از بین نره. خانه موقع خانه صحیح نیست، چپه نشه خانه سرم دمی ایران ماندم بیادر جان. از خانه گفتید، ما قسمی که خب در مورد خانه صحبت کنیم. واقعیت ما دیدم که چپه است و خب دیگه چی رقم بگویم براتون. سوال کردن واقعیت مشکل است. هر کسی باشه یه حالت ببینه عشق بر چشمایشون جوری میشه. و میخوایم که یک سوال دیگه هم داشته باشم. مادر جان شما بدون از این که مثال میرین در خانه مردم کار میکنین، کالاشویی میکنین، خودتان چی هنر داره مثال خیاطی که کرده میتونین و کسی باشه که مثال یک ماشین خیاطی براتان بخره و نمو از طریق از اون شو بتونین خرج خودتان و خرج اولادایتان به دست بیارین؟ ماشین داشته باشم میکنم، خیاطی میکنم، به مردم بریم کالا بیارم، خرج اولادایم بکشم. میشه خیاطی. ماشین ندارم دیگه. اینم تو کار مردم میکنم. خودتان انشالله صحتمند هستین؟ مریضی خوب؟ نه مریضی نیستم. شکر همی که جان جور باشه شکر میکشم، جان اولادایم جور باشه شکر میکشم. میگن که صحت ثروت است، همی که صحتمند هستین همه چیز است. همه چیز است. ما میخوایم یک چند سوال از لالای خرد ما داشته باشیم که چی گفتنی دارن. در قدم نخست با ایشان معرفی میشیم. لالای جان خود معرفی بکن، نامتو بگو. نام مسعود است. خود من تو بوتل جمع میکنم، روز 50 روپا اینم قیام میشه، باز بیارم مخانه میتون باز دیگ میکنه. یکانشان دیگ نیست، دو هفته شده. نان میخریم یک روز دو روز، یک روز میشه نان میخریم، یک روز میشه 10 روز دیگه میشه نان نیست خانه ما. آرزو داری باید مکتب بری اما توانایی از نداری که لباس و مکتب بگیری و قلم و کتابچه و دیگه؟ خوب اسمی داره. از سونی بچه ها میگم مادری معلوم میشه. باز مادری ما میگم مرا مکتب جون میگم نه خرچ خانه رسید.
رسیدید. بیا خداوند مهربان است. داینده چی آرزو در ایان خود مکتب بخیر شروع کردی؟ داینده میخوای چی شوی؟ دکتر، انجینیر، معلم؟ هر خداوند هر چی داد دیگه، معلم داد، دکتر ساخت، انجینیر ساخت دیگه. باز کسی اگه امرایت کمک همکاری بکنه بگه که از این بعد خودت کار نکن، برو مکتب آتا بخوان، مقسم کار میکنیم از انشالله؟ اگه مادر میگه برو مکتب تیلا کار تو، باز میرم مکتب، میرم باز نمیگم. چیزی که مادرت بگم او کارو میکنه. برو یک پول ناچیز پیدا میکنن، شاید در روز 200 1,500 پیدا بکنن و قدر پولم پیدا نمیکنن. خب یک آینده درخشان انشالله داری. میگه بعد از هر تاریکی روشنی است، این روز سر هیچ کس نمیمانه. خداوند روز را برسانه که یک زندگی خوب و خوش داشته باشی، مثل دیگرها خود بری مکتب بری و آینده قسمی که گفتی و میخوایم که معلم شوم یا دکتر شوم، هر چیزی که خود دوست داری انشالله در آرزویت میرسی. تشکر. صحبت های برادر کوچک خود شنیدیم، گفتن که من مکتب نمیرم، نانآور خانه مستم، اما 50 افغانی که پیدا میکنم بوتلچینی میکنم و خواهرم هم کار میکنن خانه مردم. بسیار پیدا بکنن روز صرفخانه 1,5 صرفخانه که قبلا گفتن که پول برق از پول آب است، کرایه خانه است. واقعیت مشکل است که چی بکنن. خب خداوند مشکل آسان است، مشکلات همه ما شما را آسان بگردانه. ما میخوایم که از خواهر بسیار خوب ما سوال داشته باشیم که از مشکلاتشان خود گفتن که یا چی نیاز دارن در خانه که ما بریم در شهر همون مقدار پولی که بنیاد خیری دقیق برشان ارسال کردن همون مواد غذایی برشان خریداری بکنیم تا که زندگیشان دلشان شاد شود. اما مواد غذایی که برشان خریداری میکنیم. بفرما مادر جان. ما آدمی نیاز داره مارد باشه، روغن باشه، همین چیزای خوراکه باشه، یعنی پوشیدنی باشه. خنک شده و سرد شد، طفلایم نداره، نه در پایپ داره نه در جان داره. بود باشه، بالا پوش باشه، کالا باشه، آرد باشه، روغن باشه، لوبیا و برنج باشه. یعنی می نیاز داریم. به ما غریبا کسی کمک میکنه. زنده باشیم مادر جان. انشالله ما مقدار پولی که از سوی بنیاد خیری دقیق و همکاری تلویزیون لبخند برای شما ارسال شده، ما میریم در شهر. اما مواد غذایی که شما قبلا گفتین از قبیل روغن، برنج، لوبیا، آرد و امثال هم انشالله براتون خریداری میکنیم تا که یک زندگی خوب و خوش در پیش رو داشته باشین، دلتان شاد شود. خیر ببینین، خیر ببینین. تشکر که به ما همین کمک کردین و بازم کمک میکنین. تشکر که ما را یاد میکنین. خداوند نگهدار شما باشه. فعلا میریم ما در شهر همون مواد غذایی را خریداری میکنیم و ناگفته نمونه سر بزنین بر کانال یوتیوب تلویزیون لبخند، برنامه های مختلف تلویزیون لبخند دنبال بکنین، بخصوص برنامه صدای
صحبت‌های فامیل نیازمند شنیدین، گفتن که ما چیزی به خوردن نداریم و واقعیت مشکلاتشان بیشتر بود. جواب میدادن بسیار دردناک بود تا شنیدن که من سوال میکنم جواب می. خوب خداوند رحم کنه بالای همه مؤمن مسلمان که یک زندگی خوب و خوش داشته باشن و گفتن که از بنیاد خیریه خواهش می‌است که امروز ما کمک همکاری کردن که ما رفتیم در شهر مواد حوالیه را برشان خریداری کردیم. جهان سپاس از بنیاد خیریه دقیق و همچنین تلویزیون لبخند. مقدار پولی که ارسال کرده بودن از مقدار پول یک مقدار پول نقدش مانده که را مادر جان تقدیم میکنم و شما هم میتونین آنانی که البته توانایی کمک همکاری را دارن لطفاً کمک بکنیم به هموطنان خود که دلشان شاد شود و آدرس هایی که شما میبینید به صفحه تلویزیونتان میتونید به این آدرس ها ارسال بکنید. شما شفافانه به افراد نیازمند میرسه. من این پول تقدیم مادر جان میکنم و در اخیر صحبت هایشون هم میشنیم که چی میگن. بفرمایید مادر جان، این تقدیمتان در اخیر گفتنیتون. ما هم در غریبی ویران هستیم. مردک پدر بچه من موتر زده مریض است، کار کرده نمیتونه، در خانه همشیریش رفته که اونا غمش بخوره. این بچه که کلانم است که میره بوتل چینی میکنه، پیسه 50 را میاره. خودم در خانه مردم کار میکنم، کالاشویی میکنم، خانه کشای مردم میکنم، برای اولادایم یک لقمه نان میارم. ایسا اولی کرایی، ایسا نان دیگه کسی نیست که دیگه امید به خدا همین کسی که برای ما همین کمک کرده تشکر میکنیم. خیر ببینه که به ما کمک کرده. زنده باشین مادر جان. زنده باشین شما. تشکر میکنم از شما از این بنیاد خیره که برای ما کمک کرده. خیر ببینه، تشکر از کمک برای ما کرده. زنده باشین، سلامت باشین. خب بیننده از تلویزیون لبخند برنامه صدای دل میدیدین. این بود برنامه که تقدیم شما دوستا کردیم و از طریق برنامه صدای دل یک فامیل نیازمند ما شاد ساختیم. امید است که شاد ساخته باشیم و به همه ما لازم است اگر توانایی کمک همکاری را داریم لطفاً به افراد نیازمند و فقیر کمک بکنید تا که زندگیشان خوب و خوش سپری شود. بال بکنید بخصوص برنامه صدای دل و آنانی که برنامه را از طریق تلویزیون تماشا کردن نمیتونن میتونن تکرار شده چینل یوتیوب ببینن. و یک بار دیگه سپاسگزار هستم از بنیاد خیریه دقیق و همچنان از تلویزیون لبخند. خداوند نگهدارتان. زنده باد افغانستان، پاینده باد افغانستان. خداوند یار و مدد.